سلام بچه ها، امشب مسابقه جذابی که بین تیم تورینو و اودینزه برگزار میشه. این دو تیم‌ها تو جایزه 1 میلیونی شرکت کردن و تو قرعه کشی اومدن. امباپه، لیاو، ببینید چه تیمی میزنه. لیاو با این شوتو میزنه که بلوکه میشه سمت دروازه‌بان. ببینیم چه کسی اولی برنده این بازی میشه. کیلیان امباپه موقعیت داره توی دروازه، گل اولو اودینزه میزنه توسط کیلیان امباپه. شانس هرکی بیشتر بود و هرکی بهتر بازی کنه 1 میلیون امشب رو به جیب میزنه. تو قرعه کشی امشب شرکت کرده و تو قرعه کشی امشب اومده و میخواد 1 میلیون رو ببره. تیم تورینتو یه پاس میده و گل تساوی رقم میخوره و این بازیکن نمیخواد تیمش عقب بمونه و 1 میلیون از دست بده. چقدر قشنگ پاس گل داد. شوره مجدد سمت امباپه، دوباره آغاز بازی، گرد به یه پاس، فیل فودن و دوباره دروازه تورینتو توسط اودینزه باز میشه. خیلی قشنگ زد، واقعا بازی جذاب به خاطر 1 میلیون شب. جنگ در مستطیل سبز. دوباره این شوت و بازم بلوکه میشه. بازم پدری یه پاس دیدنی توی دروازه لیاو برای بار دوم، برای بار سوم دروازه رو باز میکنه و تیم اودینزه خیلی قشنگ بهتر از تورینتو داره بازی میکنه. فکر کنم 1 میلیون امشب و تیم اودینزه ببره و تورینتو فقط داره میخوره. همچنان دوباره بازیکنهای تورینتو یه پاس دیدنی توی دروازه، بازی میشه 3-2 به نفع اودینزه. چقدر قشنگ زد، واقعا چه بازی جذابیه. دوباره شروع بازی سمت امباپه. ببینیم 1 میلیون رو میبره امشب. چه تیمی قراره ببره؟ کامبک میزنن یا خیر یا با همین نتیجه 1 میلیون رو مال خودش میکنه.